عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمامی دوستان، فالوورها و همشهریان محترم. ببینید این تجربیاتی که من میخوام خدمت شما بگم، من نه تحلیلگر سیاسی هم، نه تحلیلگر اقتصادی هم، نه چیزی در رابطه با اقتصاد میدونم، نه سیاست. فقط تجربه ثابت کرده، تجربه در گذشته ثابت کرده که ما تاریخمون محکوم به تکراره. قطعنامه 598 که سال 69 امضا شد و یک قطعه توی بهشت زهرا به نام این قطعنامه هست، دقیقاً داره تکرار میشه. در زمان جنگ ایران و عراق دلار مثل امروز روز رو به افزایش خیلی زیادی پیدا کرد و سکه هم همینجور. در اون زمان یه سری افرادی که تجربه کافی رو نداشتن، یه سری تحت تاثیر قرار گرفتن و یک سری هم با تحلیل های اشتباه دیگران روی آورد زیادی آوردن به سمت خرید طلا و دلار رو خدمت شما عرض کنم که سکه. و وقتی که قطعنامه 598 امضا شد، تعداد خیلی زیادی از این عزیزان به خاطر اینکه 99% سرمایه خودشون رو از دست داده بودن سکته کردن و اصلا توی بهشت زهرا معروفه و با یه سرچ ساده توی گوگل میتونید مطالعه بکنید که چه اتفاقاتی افتاده. حالا الان بحث اون اصلا این نیست. حالا میریم سراغ بحث تکمیلی خودمون. شنبه که داره میاد 23 فروردین ما روزیه که ایران و آمریکا دارن وارد مذاکرات جدید میشن و این مذاکرات جدید تکرار تاریخه. من کاری ندارم که توی این مذاکرات توافق بشه یا نشه، اصلا به سیاست کاری ندارم. فقط اینو میدونم که اگر ترامپ و مقامات جمهوری اسلامی ایران وارد مذاکره بشن و سر میز مذاکره بشینن، تمام این حبابایی که امروز روز دارید میبینید مثل حباب سکه، مثل حباب دلار، حباب طلا میترکه و حداقل ممکن نزول 40% داره. حالا برای اینکه سرمایه‌مون رو حفظ کنیم چیکار کنیم؟ برای اینکه سرمایه‌مون رو حفظ کنیم باید رو به ملک بیاریم. تنها بازاری که توی این چند وقت ساکت بوده و داشته از زیر ریشه‌شو قوی می‌کرده، داشته از تو خودشو قوی می‌کرده و داشته توی خودشو آماده می‌کرده ملکه. و ملک بازاریه که بعد از توافقات، یعنی از شنبه 23 فروردین به بعد، روزی حداقل 10% افزایش داده و از نظر منی که کارم اینه و در این کار تخصص دارم، حداقل 200% افزایش قیمت رو ما داریم. و اگر که دوست دارید سرمایه‌تون حفظ بشه و خدایی نکرده تاریخ تکرار شد، شما مثل اون افرادی که الان توی قطعه 598 بهشت زهرا خوابیدن نشید، حتما برای سرمایه‌تون فکر کنید. با ما در ارتباط باشین تا بهترین ها رو براتون رقم بزنیم.